числа расследованных всеми правоохранительными. رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه الکساندر باستریکین خواست آن مهاجرانی که شناسنامه روسیه را گرفته ولی به جنگ ضد اوکراین نرفتند از شهروندی محروم کرده شوند. و در یک کنفرانس حربی گفت Пока идет специальная военная операция, حالا که عملیات مخصوص نظامی ادامه دارد فکر میکنم باید آنها را به عملیات جلب کرد. اگر تو همچون شهروندی روسی آماده نیستی که قرض نظامی خود را ادا نمایی باید تصمیم بیکار کردن شهروندی چنین آدم گرفته شود. человека гражданства. درباره آنکه روسیه مهاجران را به جنگ ضد اوکراین میفرستد یک سال پیش خبرها رسانه‌ای شدند. ماه اکتبر سال 2022 حامیان حقوق گفتند در مرکز مهاجران ساخره و در مسکو مهاجران را مجبور کردند که در قرارداد اشتراک در جنگ امضا گذارند. مقامات روسیه چند ماه باز در شهر و منطقه های این کشور رید و سنجش ها برگزار کرده در این اواخر آنهایی را بیشتر جستجو می کنند که به تازگی شهروندی روسیه را گرفتند. پلیس به آنها دعوتنامه سپرده آنها را به کمیسریت های حربی می برد. رید و تفتیش مهاجران تا حال در مسجد و بازار و ساختمان های روسیه ادامه دارند. اخیراً کاربران آزادی با ارسال چند نوار از یک عملیات تفتیش مهاجران در نوسیبیرسک خبر دادند. بعد از نماز جمعه در مسجد فرونزه این شهر مقامات حفظ حقوق و نیروهای حربی نمازگزاران را احاطه کرده تنها بعد از تفتیش حجت‌ها به آنها اجازه بیرون شدن را دادند. مؤلف نوار میگوید اکثر جمع آمدگان در مسجد مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان بودند و پلیس 2 نفری آنها را با خود بردند. این عکس ها از اداره پلیس در ادینسووی ولایت مسکو است. مهاجران را بازداشت و برای تفتیش به اینجا آوردند. صدها هزار شهروندی تاجیکستان همزمان شناسنامه روسیه دارند. بین دو کشور نظام دو شهروندی عمل میکند. تا امروز 10 موردی به خدمت حربی و جنگ اوکراین بردن شهروندان تاجیکستان از جمله از زندانهای روسیه رسانه‌ای شده است.